به نام خداوند بزرگ و توانا. فیلم را که اکنون شما شاهد تماشای آن هستید بر رویت اسناد و مدارک واقعی که مربوط به دیوار تاریخی و باستانی شهر کابل بوده تهیه و ترتیب گردیده است که نشان دهنده تاریخ کهن کشور عزیز ما افغانستان می باشد. تشریحات را که در این مورد حضور شما بینندگان عزیز قرار می گیرد همه بر رویت و استناد مدارک تاریخی که از کتب معتبر تاریخی و دیگر رساله های برجا مانده جمع‌آوری گردیده است بدون کدام تغییر و جانبداری تقدیم می داریم. شهر کابل در دامنه کوه آسمایی و شیر دروازه به هر دو طرف دریای کابل آباد شده بود و سطح بحر در حدود 6,500 فوت ارتفاع دارد. در زمان قدیم در گرداگرد شهر کابل دیوارهای استوار موجود بود که ارتباط شهر با نواحی آن با واسطه 7 دروازه صورت می گرفت. امروز هم آثار دیوارهای شهر بر کوه شیر دروازه شاهد استحکام سابقه آن است. موقعیت جغرافیایی کابل. کابل در 68 و 69 درجه 17 و 35 دقیقه و 58 ثانیه طول البلد شرقی و 34 درجه و 38 دقیقه 18 و 30 ثانیه عرض البلد شمالی واقع گردیده است. دیوارهای قدیم کابل که نشان دهنده فداکاری ها و جانفشانی های مردم همان عصر و زمان می باشد برای هر بیننده سوال برانگیز است که کی چه وقت و چگونه این دیوارها را بر فراز کوههای سر به فلک کشیده اعمار نموده بود و مقصد از بنا کردن آن چی می باشد. این حصارها از خود دروازه های هم داشته بودند ولی امروز از آن بخش های دیوارهای شهر که در سطوح هموار قرار داشتند نشانی هم به جا نمانده است. همچنان دیوارهای کوه آسمایی که تا چند پیش نمودار دفاع و مقاومت مردم در برابر تهاجم اشغالگران بود نیز به کلی از بین رفته که تنها در قسمت گذرگاه و بالای کوه شیر دروازه و بالا حصار نشانی های از آن قلعه مستحکم و دژ استوار باقی مانده است. به قول مورخین این دیوارها به دوره کوشانی ها نسبت داده شده است که در اواخر قرن اول هجری توسط یکی از شاهان حاکم آن وقت به اسم رتبیل شاه و یا زنبیل شاه و یا به گفته مردم عام زنبورک شاه که از سلسله کابل شاهان می باشد بنا گردیده بود که از آن به مقصد دفاع از شهر استفاده می شد. این دیوارها در حدود 6,000 فیت بلندتر از سطح بحر قرار دارند. در کتاب دایره المعارف دری جلد ششم صفحه 5121 در مورد چنین نگاشته شده است: یک رشته دیوار بلند و مستحکم بر فراز کوه شیر دروازه نظر هر بیننده را به خود جلب می کند. این دیوار قدیمی غالبا در قرن اول اسلام به سال 81 هجری که مطابق به سال 700 میلادی است از طرف یکی از کابل شاهان از سلسله کوشانی ها که به نام زنبیل و یا رتبیل گفته شده برای جلوگیری از تهاجم بیگانگان با واسطه اهالی کابل اعمار شده بود نسبت داده شده است که مواد ساختمانی آن را سنگ، خاک و ریگ تشکیل می دهد.
این دیوارها توسط چندین دروازه شهر را به خارج ارتباط میداد که اکنون از آنها هیچ کدام اثر باقی نمانده است. در بین مردم عوام داستانهای زبان زده است که شاه بسیار ظالم به خاطر نگهداری تاج و تخت خود مردم را برای اعمار این دیوار به مزدوری می گرفت و به ضرب شلاق بالایشان کار می کرد و هر کس که از کار کردن در این دیوار خودداری می کرد از طرف شاه به مجازات سخت محکوم می شد. می گویند که روز نوبت به خانه رسید که در آن یک پیرمرد سال خورده و تنها دختر جوانش زندگی می کردند. سپاهان شاه می خواستند پیرمرد را برای کار ببرند، اما دخترک خودش به جای پدر به کار برآمد و خود را به زحمت به بالای کوه رسانیده و در صف کارگران قرار گرفته و مشغول دادن سنگ و گل شد. از قضا در همان روز پادشاه خودش برای بررسی و بازدید از کار دیوار بر بالای کوه آمد. می گویند که همان دخترک تازه جوان با دلیری و شجاعت سنگ را بلند کرده و بر سر پادشاه کوبید که در نتیجه شاه کشته شده و مردم از دستش خلاصی یافتند که نام دخترک زبانزد عام و خاص گردید. گویند که نام دخترک سومهی یعنی مهتاب بود که امروزه کوه آسمایی هم همان معنا را دارد. اما در مورد این داستان کدام اسناد موثق تاریخی موجود نمی باشد. صرف این داستان در ذهن مردم به گونه یک افسانه باقی مانده است. در آن زمان مرکز شهر قلعه بالاحصار بود که در آن شاه بود و باش داشت. این دیوارها به نام دیوار قدیم کابل یاد می شود که از بالاحصار شروع و تا به کوه شیر دروازه و آسمایی امتداد داشت. امروز بجز از قسمت اندک آن که آن هم بر فراز کوه بلند موقعیت دارد، از دیگر قسمت‌های آن هیچ گونه اثر باقی نمانده است. در سال 1772 میلادی مطابق به 1160 هجری، هنگامی که احمد شاه درانی پادشاه افغانستان گردید، به خاطر اینکه کابل تقریبا در وسط افغانستان موقعیت داشت، وی خواست تا مرکزیت را به کابل انتقال داده و روی همین ملحوظ در سال 1166 هجری احمد شاه درانی امر اعمار یک دیوار بزرگ و حلقوی را در شهر کابل به اهتمام سپهسالار سردار جانخان پوپلزئی صادر نمود. سردار مذکور این دیوار را طی 4 ماه در اطراف شهر کابل اعمار و به اختتام رسانید. یک ضلع دیوار مذکور در حد جوی شیر و اندرابی الا آخر گلستان سرای یعنی پارک زرنگار امروزی
و زل دیگرش در حدود سلامخانه خاص و بالای زیارت بابکیدانی را عبور نموده و به همین ترتیب در کدام حد کج شده تا دروازه لاهوری می رسیده است. همچنان قسمت دیگر آن با پیچ و تاب بالای چندول را عبور کرده و در حدود جوی شیر تمام می گردید و دروازه های این محوطه بزرگ از این قرار بودند: دروازه قندهاری در دهمزنگ، دروازه سفید در حد سلامخانه خاص یعنی مقر ارگ امروزی، دروازه سردار جان خان در حدود زیارت بابکیدانی و منطقه وزارت عدلیه امروزی، دروازه پیت در حدود و انتهای مسجد عیدگاه. گویند که دیوارهای این محوطه بزرگ 11 مهره داشت و تا 6-7 دهه قبل هم یک حصه آن که در گوشه اندرابی داخل یک عمارت بود به عرض 30 متر باقی مانده بود و گوشه دیگر آن در مندوی خربوزه فروشی داخل خانقاه تا یک مدت هم دیده می شد. با انتقال پایتخت از قندهار به کابل در سال 1793 میلادی با وسیله تیمورشاه درانی کابل رسما مرکز افغانستان قرار گرفت و با این تغییر در مرکزیت کشور بالاحصار کابل حیثیت ارگ شاهی را به خود گرفت. هرچند بالاحصار و دیوارهای اعمار شده در بلندی کوهها و بر روی زمین هموار
در زمان اورنگزیب ترمیم شده و بعدها با وسیله احمدشاه و تیمورشاه و دیگران تا عصر امیر شیر علی خان من حیث پایتخت و ارگ شاهی به دفعات ترمیم و آباد گردید. با توصف که این ساختمان با ارزش تاریخی که قلب کابل شمرده می شد در سال 1296 هجری به سبب قتل کیوناری سفیر انگلیس و ایران و منهدم گردید. و بعد از انتقال ارگ شاهی من حیث پایتخت از بالاحصار به مقر امروزی آن، این تعمیر تاریخی دیگر از خاطره ها فراموش گردیده و در زمان سلطنت محمد نادرشاه ساختمان برای تدریس محصلین اردو در آنجا اعمار گردید. کابل شهر تاریخی و بسیار کهن است که حوادث روزگار را بسیار دیده و چون بر چهارراه تجارتی شمال و جنوب، شرق و غرب واقع شده است، اهمیت تجارتی آن خیلی زیاد است. کابل به مثابه قلب کشور در پهنای تاریخی کهن‌تر از 5000 سال از موقف و حیثیت ویژه برخوردار است. هر یورشی که از سوی عجم و یا عرب، اسکندر مقدونی و یا شاهان مغولی صورت گرفته، دستیابی به کابل هدف اصلی و نزدیک آنها را تشکیل می‌داد تا در آینده آسانتر و زودتر به هندوستان و یا سرزمین‌های دیگر راه یابند.